سلام سلام دوستانی عزیز و گرامی، خیلی که میبینید این صبح سحر ما بیرونده، اما سحر کتی خانی ماماش آمده بودیم و حاضی گشته رفته استم ساعت 11 خانه روم گفتم ببینید بیرون چقدر هوا دم، هوا گرفتگی، همه خیلی کی هوا چقدر بیزه و آدم به مدار میشه. خیلی که میبینید این هوا ده سیاوش کسی دکسه کلیاسکو کسی میریم خانه رویم. راستی که امروز کار بار داشتم لیکن خانی ماماش آمدیم. خیلی باز یکی آدم چخلا یا با کوچه بروی بگشته دروی دیگه خشد نمیتی یکون کار کردن میرم از میبینم کنی چی کاره چی و یه گویم بخیر هم جو سبزی خوش رو. دوستانی عزیز ما پارک آمده راستی که بی هوای بینن چخل گرفته کم خیلی آسمان بسیار ریز که همه خیلی آفتاب گرفت. اگر نما برامدن هوا شروع بود با بینن چخل آفتاب گرفته و نیلوفر کجا رفت آها نهاش پیشی وایده سیاوش بینن چخل سمکتش گرفته. سیاوش در اینجا بار نزنی با همینجا من شیشتم و چند شده تلفن کردم نمیدونم نمیبیان نکم خواهی شده است میگه که باران شرقص نکنند بیدن چخل شمال شده است یا هم آسمان چخلی که گفتم سیب سیاه شده که ببینن کلی از که رفته است شمال ده نمی خیلی دوستان عزیز سیاوشش خیلی برداشته شنانده است دنجا چی با فوکس نیست؟ انا ای وای خدا بهت شمالی بزیب هست چنگ بینین چخل بهت چنگ شده نمیدونم همه جا خیلی سری شد. من یعنی میتونم مستاسته خانه برای که هوا بزیب شده است تو ما احتمالی ساعت 5 تا ساعت 6 به حضور شنیم بعد رویم. مادر دوستان عزیز اوراگان هم خوش آمد بیزیم بارون زده است و فکرم تا خانه بریم تفتر میشه. مادر کودکو کتی تست دویدیستیم با ماماش آمدن خسته همونجا تا همینجا وای کدن کمتر ششتیم بینن شمال دادن آوازه ما شنیدیستیم نشنیدیستیم بینن چقدر درخت چپ راستش ریسته و شمال سخت کده دویدیم همین که شمال اقفا ایرو نیسته نه غلطی رویم خونه رسیم اکا تر نشدم که بارو مایده خیلی سخت نزده ایلویم که شرقص نکند که تاشنه تر میشیم ما خانه آمده رسیدیم دوستانی عزیز و بیرنده بارون همه خیلی کمتر میزند میستد همه خیلی زدک و خیرت که ما تیز آمده رسیدیم لیکن شمال بهت بیزه بود هم خیلی خوک خیزانده گویم بهت شمال خیلی اوراگان بریم بود بیزه بودک دویده آمده اینش بینم خیلی نه من آسمان بینم چه خیلی سیاه با فکرم تا سهر باران میزند حالی شام نشده تا شما حالی گویم قریب که نیم ساعت زیاد هسته و حاضی من میرم مایده شام ده تیاری میبینم و خواستم یک برا ولوگ ده آخرش ده صحبت کنیم هم خیلی راستی که من ده محقول نیسته وقتی که هم خیلی صحبت میکنیم من همین
фон мешад гӯему, лекин ман ҳозир нав роҳма шуштам, гел кардам ва аёдам биромада ки гапома занам ва баъд гӯем дастроҳома шӯям, яъне косметикамома равонам, барое ки ман имрӯз парк рафтам ва خواستم که در همون پارک شده صحبت کنیم فکرامو گویم، لیکن از سببی که بارون زد و هوا بهت بیزیب شد، بهت شمال بیزیب شده که بعد خسته آمدیم و اینجا داشتم و اینجا دا آوازم صدا میزد. خب ترش که من همی خانه داشتم و گپ زدیم گویم کمتر. شوهرم همینجوره امروز بعدی افطار هیچ جا نرفتن، شدن کودکو کتی گویم برای که هوا بهت بیزیب تک. و دوستان عزیز حرکت میکنم که کوتاه فکرامو گویم، بعد موندگی گپوما شود اگر پگاه شده به حضور با صحبت میکنیم. پیش از همه گفتنی هستم رحمتی کلان دوستانی عزیز، برای هر یک مصلحتی دادگیتون در حقیقت باز من بهت بسیار چیزای فهمیدم با مصلحت های شما، با نصیحت های شما رحمتی کلان دوستانی عزیز در حقیقت. و باز گفتنی هستم با اون زنهایی که از خوردی علاقه قرآن میدونن یا که حاضی نو یاد گرفتستن، یاد گرفتگی هستن، به همه شما آفرین. در حقیقت من همین روز کامنتاری های خوندم، بهت من خرسند شدم که همه خیل زنها میشینن، هم خیل کتاب قرآن میخوانن و از خوردی با یاد گرفتگی هستن. بهت ناز آفرین. و من این کامنتاری ها خونده با بسیارتر هم خیل حواسمند شدم و انشالله نصیب حتما من گفتم که حرکت میکنم همین سال، نصیب انشالله من یاد میگیرم. انا خیل دوستانی عزیز خیلی گفتم بسیار گپ نمیزنیم و باز بسیاری ها در حقیقت علاقه ای خوردی یاد گرفتگی هستن، همین قرآن خوندن و نیلوفر خواهی ساعت 10 شده جنونا با پگه ساعتی رفتن در کار. بعد سهری دیر خستیم خیلی نگر شد داداش مانا نگر بعد تماشا کنی، نمانا نگر هیچی جنونا. نمیخواد و چی گفتنی و گفتنی هستم که انشالله نصیب من اول خودم پره همشه نقص یاد گیرم همشه خوب و حتما من حرکت میکنم. من همین گفتم که از خوردی نیلوفر سیاوش حتما مجبور میکنم که حتی نیلوفر بعد برابری من گپ زدیسته نیلوفر سیاوش حتما من هم خیلی میخوام که زبان انگلیسی پورا یاد گیرن، همین قرآن خوندن عربی گویم پورا یاد گیرن. نصیب انشالله من حرکت میکنم. من حاضی نیلوفر هیچ جدا مثلا داده نمیتونم، اگر که گم که یگون خوندن یا یگون چی تیم شد نمیشد، برای اون که نیلوفر صدیق میرد از سحر تا بیگونیه. اگر که رفتی مثلا یگون جا تیم نیلوفر وای سحر مثلا 1 ساعت باشه، حتما 1 ساعت یا که 2 ساعت هسته، وای زیاد نیسته و یا که 1 روز پس هم خیل هسته. و وقتی که صدیق نیلوفر دیر بری نمیمونند شه یا که گیرشه بگشته برده داده نمیتونیشه. برای همین خاطر من گفتم که نیلوفر اگر که مکتب خوند شود علاقه ای سر تا ابد مکتب میره، بعد ابد بعد بیکار میشه گفتم، بعد حتما نصیب انشالله بعد ابد با من یگان و یادم میتیم شم. زبان حتما زبان یاد گرفتن من حرکت میکنم که زبان بسیارتر یاد گیرن کودکا. خیلی که میگن زبان دانی جهان دانی، در حقیقت همین گپ راسته و من خودم فقط همین روسی تاجیکی میدونم، ده حد ازبکی نمیدونم. من
برای همین من حرکت میکنم که کودکای من همین زبان یاد گیرد وایده معلم ها دا یا که یکون وایده چی میگوین هر خیل کروژوکو هست که همونجا هادا نیلوفر جا بیا که دست من دا نشان تا یک بار امروز ساجیک دا نیلوفر دستش چکوی کده من این رفتک اینجا دا چیزی نیستگی بدی کو Опушта, кати шушта. شوشتش رفتک با کن اینجا استماعی برد بینیم شو خوش رو ها موهاشو بینن چقدر آقای شو داشت دیان و هم دستایی که کمر گزیدگی بدنشه کمر گزیدگی نیسته بسیاری افتن که کای در حقیقت کایک بوده چه بیستانشون است و ماز کردم شم من هم خیلی کندهش نیلوفر بیاد کنده بیزیب کنم داشته خای گوه که همه ده من ده خای خوش رو اینجا خای گو بارویم Мам хай. میریم خواب میریم پاکه ساجیک میریم Мам дадаш گفته خوب رفته خیر رفتیم خوب میریم خیر دوستان عزیز در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنین خیر